دوم سپتامبر سال 2023 تخمین ساعت 15:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا سعیدوف قطب‌الدین سال تولدش 1964 ساکن نویه تیمور ملک هنگام حرکت از سمت نویه تیمور ملک به سمت نویه دنغره در گردش خطرناک موضع تیکتوش جماعت دیوت شرف نویه دنغره از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به چقوری 28 متر چپ شده است. در نتیجه خود راننده سعیدوف و مسافر خردسالش عبدالرحمن و محرمه سال تولدش 2015 ساکن نویه کوشانیان جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافر دیگر автомашین مذکور نظرزاده فریده عزیزالله سال تولدش 1990، نظر و توجنیسا سال تولدش 1985 و قاسم و صالحه سال تولدش 1960 ساکنان نویه دنغره جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. دوم سپتامبر سال 2023 تخمین ساعت 22:30 دقیقه راننده автомашین تمغه تویوتا کرولا تبارف اسماعیل سال تولدش 1999 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت کوچه رودکی به سمت کوچه اسماعیل سامانی در روبروی پول ماشینگرد از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگرد شرافزاده نیکروز سال تولدش 2002 ساکن نویه شمس‌الدین شاهین را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد شرافزاده جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده سپس به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت جوان 22 ساله ساکن شهر پنجکند آغاز کرده شده است که او ماه ایول سال 2023 تخمین ساعت 09:00 دقیقه به طریق پنهانی از بازار فروش چاروا یک سر گاو کلان شاخدار را که به پیرمرد 83 ساله ساکن شهر مذکور تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 6900 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن شورابینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 39 ساله ساکن شهر ایسار با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نام برده به عنوان فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن نویه رودکی در آمده از او به مبلغ 49000 سامانی مسئله ساختمانی را نرخ گذاری کرده گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد.